بریم؟ بله. این مقدار نه ممکنه توضیح هم بدی خوبه. شما توضیح خودتون نه توضیح بده بگو آقا. اینایی که مشخصه LED هایی که اینجا هست سوخت مشخص یه نقطه سیاهی لکه سیاهی داره. ما اینو برمی‌داریم دوباره باز می‌کنیم واسه اینکه احتیاط لازم انجام بدیم. خیلی راحت این صفحه LED شو برمی‌داریم. ازشون راحت در میاد. بازشون کم سفته چون داغ میشه روش. باید تحریک بکنی با چاقو یا با هر چیزی. حالا باعثی این دو تا شاسی هایی که اینجا هست این دو تا شاسی ها رو با هر شکلی یا با قلب یا با سیم لئیم یا بعضشون با کربن مداد میان سیاه میکنن با کربن مداد. ولی کربن مداد اگه این کارو بکنی داغ میمونه به مراتب بعد دیگه از بین میره. ولی اگه لئیم بکنی خیلی راحت‌تر جواب میده قشنگ کار میکنه. باویه‌مونم که داغ آماده است فقط یعنی شما میتونید با این کار این لامپایی رو که سوخته و فکر میکنید دیگه به درد نمیخوره دوباره برگردونید به چرخه مصرف و هزینه رو بیاریم پایین. هزینه خانوار میاد پایین. بله این کار تو خونم شما هر کسی میتونه انجام بده. اگه این ابزار رو دارین یعنی یه دونه لحیم یه مقدار سیم داشته باشین میتونین این کار رو انجام بدین و یه لامپی رو که الان نمیدونم قیمتش چنده. الان لامپا از 70-80 تومن هست تا 100 خوردی. آره یه 100 تومن رو فکر کنم الان این تعداد لامپ رو می‌بینی اینا همه سوخته. مثلا این تعداد لامپ رو میتونیم برگردیم دوباره به چرخه مصرف و دوباره هزینه نکنیم. حالا نگاه بکنیم ببینیم مراحلش چجوریه و جواب کارمون چجوری جواب میگیریم. اگه این دو تا سیمایی که الان ما لئیم کردیم بندی که چسبیده باشه باید روشن بشه. بعضی وقتا خوب لئیم نمیخوره درسته هم دیگه وصل نمیشه. نه روشن شد. عالی 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 روشن شد. الان روشن شد. دقیقاً همین کار رو باز می‌کنیم. چیز خاصی نمیخواد. همین برمی‌داریم داره کلاهکشو باباشو می‌ذاری قشنگ. یه قطعه چسب وقتی اصلا این صداه میاد که انگار فیکس شده. یه فیکس شده است. ولی واسه اینکه دار نشه دوباره در نیاد یه قطعه چسب 1-2-3 روش بزنی که در نیاد یه وقتی ها نه. تمام شد. حالا روشنش کنی یه بار دیگه. آماده است. هزینه ای هم نداشتیم. نگاه کنید این لامپ به این راحتی و با یه مقدار حوصله به خرج دادن میشه به چرخه مصرف برش کردونیم و تعداد لامپ‌ها رو نگاه کنید. الان یه جاییه که تعداد لامپ‌های بزرگی حتی این لامپ‌ها رو بعد این لامپ‌های بزرگ و حالا من می‌بینم که دوستمون داره این لامپ‌های بزرگتر هم داره انجام میده. اون لامپ بزرگتر هم روشن کنیم اونو برگردونیم به چرخه. اینا یه چیزی هست که حالا درست کردیم. آره حالا اون رو یادتون این مثلا این کارو انجام دادن قبلا درست همون کارو با این لامپ بزرگ هم کردن. نگاه کنید خیلی عالی. آقا دست شما درد نکنه. بابا این به این نبوده. نسبت مال این نبوده. اصلا خود این دیگه لامپو برگردیم طرفش رو نگاه کنید کلا شکسته. یعنی لامپ دیگه هر کسی اینو اگه توی خیابون هم ببینه فکر نمی‌کنم برش داره. آره. در که الان همین لامپا رو کنار خیابون دارن بالا با 200-300 تومان میفروشن. بله.
این یکی که ببینی با این همه اصلا نگاه کنید تا این لامپ درست دیگه شده دیگه 10 بار مصرف شده مثلا، یعنی تعمیر شده، تا همینجا توی کمتر از 1 دقیقه اینو تعمیرش کردم و درست کردن کارو. آقا دست شما درد نکنه، ان شاءالله که به درد مردم بخوره، مردم این کارو بکنن، از این هزینه‌های هنگفتی که تو زندگیشون دارن کاهش بدن. ممنون، دستتون درد نکنه. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره و بفرستید برای آدمای دیگه‌ای که ممکنه این ویدیو به دردشون بخوره.